دوستان سلام، محسن هستم از ادلاید همیشه زیبا در استرالیا. توی این ویدیو تصمیم گرفتم در مورد بحث محیط کار توی استرالیا صحبت بکنم. بهتون میگم که چه درس هایی رو من خودم توی این مدت یاد گرفتم، توی این مدت 12 سال، از سال 2012 که ما اومدیم استرالیا. من توی محیط های کار مختلفی کار کردم، چیزهای زیادی رو دیدم و به نظر اومد که این نکات به شما هم کمک بکنه، کسایی که حالا یا تازه وارد هستید و یا قرار هستش که به استرالیا تشریف بیارید و این محیط براتون خب قطعا ناشناخته شده است و اون چیزی که با اون چیزی که تو ایران شما تجربه کردید قطعا تفاوت‌های خیلی زیادی رو داره. اینا اولش بگم که ممکنه یه سری صحبتایی که من میکنم رو کسانی که توی استرالیا برای مدتی کار کرده باشن یا حالا جدیداً وارد بازار کار شده باشن یا برای مدت طولانی فرقی نمیکنه با نظرات من توی بخش‌هایش مخالف باشن، هیچ اشکالی هم نداره. اینا تجربیات شخصی منه و به نظرم کسی که توی محیط‌های مختلف، تو کارهای مختلفی وارد شده باشه و جاهای مختلف رو دیده باشه تا حد زیادی با نظرات من موافقه. کسایی که مخالفن یا محیط‌های مثلا توی یه دونه محیط کار بیشتر کار نکردن یا تازه وارد محیط کار شدن. اینه که دوستان نظراتتون رو بشنوم، چه موافق چه مخالف، توی کامنت‌ها بهم بگید. بریم سراغ حالا بحثی که وجود داره. اولین مورد بحث تبعیض نژادی تو محیط کاره. من اول بگم یه ویدیویی من به صورت کامل در مورد بحث تبعیض نژادی تو استرالیا درست کردم. حتما برید اون رو ببینید بعد از دیدن این ویدیو. اونجا من نکاتی رو به صورت کلی در مورد بحث تبعیض نژادی توی خود استرالیا عنوان کردم که خب یه بخشیش هم در مورد تبعیض نژادی تو محیط کار بود که اتفاقا یه مثال خیلی جالبی هم از محیط کار و اتفاقی که برای خودم شاهدش بودم رو تو بحث تبعیض نژادی رو اونجا عنوان کردم. خیلی کمکتون میکنه تو فهم این قضیه. اول اینو بگم انقدر اذیت کننده نیست که مثلا واقعا بگیم تبعیض نژادی اینجا وجود داره پس ما دیگه نیایم استرالیا یا مثلا دیگه اینجا نابودمون میکنن به خاطر اینکه حالا ما اوزی یا به قول خودمون اینا چه میدونم انگلو ساکسون نیستیم، موبور و چشم آبی نیستیم. نه اونجوری نیست، ولی وقتی حسش میکنید خب آدم یه وقتایی حس جالبی بهش دست نمیده. یکی جاهایی هستش که مثلا به خصوص وقتایی که لول کارتون پایینه، حالا مثلا کارهایی که توی کارخونه ها به صورت حالا چه می‌دونم لول پایین کارگری انجام میدید یا وقتی که به خصوص جدید هستید، این بیشتر خودشون نشون میده. اینم بگم توی تمام محیط‌های کار ممکنه شما اینو واقعا نبینید. من جاهای کار کردم که واقعا دیدم، هم خودم دیدم هم روی بقیه که این اتفاق افتاده واقعا دیدم. نگاه مدیرا و بالاسری‌ها به افراد زیر مجموعه وقتی که شما خارجی هستید یه خورده متفاوته در بیشتر موارد. جای دیگه که این خودش نشون میده توی گرفتن پوزیشن های بالاتر توی محیط کاره. اینو بگم اشتباه نکنید، ایرانیان زیاد و مهاجرین خارجی زیادی هستن که اومدن اینجا همون اول تونستن کار لول بالا سطح خوبی بگیرن یا یه مدتی استرالیا بودن تونستن خودشون رو بکشن بالا و لول های خیلی بالایی رو به دست بیارن، تو این شکی نیست. ولی همچنان این قضیه وجود داره. یعنی زمانی که طرف میخواد اینجوری بهتون بگم، اگه دو نفر باشیم، من خارجی و یه استرالیایی توی لول برابر از نظر دانش و تجربه، زمانی که میخوام به یک نفر ارتقای پستی بدن یا یک نفر برای پوزیشن بهتر انتخاب بکنن، اولویتشون اون استرالیاییه. این چیزی که من حس کردم. اگه متفاوت فکر میکنید شما یا تجربه دیگه‌ای دارید بهم بگید. ولی بازم میگم جوری نیستش که مثلا بگیم اینا جلوی پیشرفت ما رو گرفتن، اصلا اینطوری نیست. باید ما یه خورده تلاشمون رو تو این قضیه بیشتر بکنیم تا بتونیم با فرهنگ و زبان اینجا بیشتر و سریعتر آشنا بشیم. اون موقع این راه برامون هموارتره. دومین چیزی که من یاد گرفتم بحث اعتماد به نفس توی محیط کاره. ببین بچه‌ها، زمانی که شما وارد محیط کار اینجا میشید، به خصوص وقتی جدید هستید، با زبان قطعا اون آشنایی رو ندارید، همچنان با فرهنگ اینجا که اصلا خب احتمالاً آشنا نیستید، به خصوص تو محل کار. اینه که این دوتا خودش باعث میشه شما به صورت ناخودآگاه اعتماد به نفسی که خب از ایران داشتید یا از هر جایی که اومدید پایین تر بیاد. این خیلی عادیه. به مرور زمان این قضیه زبان و فرهنگ یک کم که بهتر میشه، اعتماد به نفستون هم میره بالا، بعد با محیط کارم که آشنا میشه دیگه این قضیه تقریبا خودش رو از بین میبره. ولی این چیزی که میخوام بگم اگر دقت بهش نکنید میتونه تا مدت‌ها واقعا بهتون ضربه بزنه. تو بحث اعتماد به نفس اینو بهتون بگم، اولا اون چیزی که شما بلدید، واقعا میگم دانش شما و تجربه شما چیزی کمتر از اون چیزی که اینها دارن اینجا استفاده میکنن تو اون زمینه کاری شما اولا کمتر نباشه، مطمئن باشید بیشترم هست. شک نکنید. این چیزی که واقعا من دیدم.
اینجا کارا خیلی سیمپل تره از اون چیزی که شما تو ایران انجام میدادید. شما تو ایران آچار فرانسه بودید، هر کاری که تو اون زمینه کارتون بوده بهتون میگفتم باید انجام بدید، از خیلی چیزا سر در میارید و با فشار بیشتری کار میکنید. ولی اینجا نه، کار تخصصیه، هر کس کار خودش رو میکنه و اینجوری میشه که وقتی شما وارد جایی میشی میبینی که طرف مثلا یه بخش از کارش رو داره انجام میده ولی میبینی چرا کارهای دیگر انجام نمیده، چون ربطی به اون نداره، ولی شما اون کارا رو بلد. اینه که لول شما ناخودآگاه بالاتره. بعد این نکته خیلی مهمه میخوام بهتون بگم تو بحث اعتماد به نفس. اگر پیش میاد بچه‌ها واقعا زمانی که وارد محیط کاری میشید، به خصوص وقتی که تجربه اولتون باشه و هنوز با محیط آشنا نیستید، احتمال اینکه شما باهاتون جوری برخورد بشه تو بعضی از محیط‌ها که شما احساس کنید که واقعا کار رو بلد نیستید یا حتی اون چیزایی که بلد بودیدم به درد اینجا نمیخوره، این احتمالش هست. اینجا میخوام اینو بهتون بگم، اگر این اتفاق براتون افتاد، مشکل از شما نیست، مشکل از اون فرد و از اون شرکت و از اون نحوه مدیریته. دقیقاً این اتفاقی که برای یکی از دوستای من افتاد، رفت سر کار، بعد از یه مدت اومد گفت، واقعا داشت ناراحت بود، گفت از من ایراد میگیرن. چند باری اصلا از بچه‌ها همینو شنیدم، میگن از ما ایراد میگیرن، میگه که این کار مثلا باید اینجوری انجام بدی، طرف بالا سرم وای میسته که مثلا چرا این کارو درست انجام نمیدی، یا ایرادات اینجوری میگیرن. که من برایشم اون طرف گفتم ببین من تو رو میشناسم، توانایی‌های تو رو میدونم چقدره. مهم اینه که ملاک توانایی‌های شما نباید اون چیزی باشه که افراد دیگه دارن بهتون میگن. شما آدم احتمالاً باهوشی هستید که تونستید تا اینجا خودتون رو برسونید و تجربه کاری به اندازه کافی دارید، کارتون رو بلدید. اون اتفاقی که میفته نباید اعتماد به نفس شما رو پایین بیاره و فکر نکنید که تمام محیط‌های کاری تو استرالیا به همین صورتی. نه، یه جاهایی این اتفاقی میفته و اونجاست که شما باید اولا خودتون رو نبازید، دوم از اون محیط سریع دور بشید، به یه کار بهتر یه جای دیگه پیدا بکنید که اون مشکل رو دیگه نداشته باشید. میخوام بگم فوق العاده این قضیه اهمیت داره و اگر براتون این اتفاق افتاد، برگردید این ویدیو رو، این قسمتش رو دوباره نگاه بکنید. نکته سوم که یاد گرفتم این بود که آقا کسی اینجا قدر شما رو نمیدونه. خیالتون راحت باشه. حالا میگید خب تو ایران هم قدر ما رو نمیدونن، توی آلمان هم قدر ما رو نمیدونن. به هر حال توی محیط کار کسی قدر شما رو نمیدونه. کسی نشسته اینجا بگه به چقدر شما آدم خفنی هستید فلان این حرفا. اگر واقعا احساس ناراحتی میکنید از محیطتون و فکر میکنید که کسی قدرتون رو نمیدونه به خاطر کارهایی که دارید انجام میدید، راحت کارتون رو عوض کنید، اپلای کنید، یه کار دیگه بگیرید. گرفتن کار دوم خیلی راحت‌تر از گرفتن کار اوله، اصلا هم نترسید. بعد که رفتی کار دومتون میبینید که اینجا دوباره کسی قدرتون رو نمیدونه. پس بنابراین سعی کنید این مشکل رو تو ذهن خودتون اول حل بکنید و به خاطر این قضیه کارتون رو فقط به خاطر این عوض نکنید، مگر اینکه واقعا حالا اتفاقات دیگه‌ای که داره به من میگم میفته اونجوری میشه. ولی به خاطر این فکر نکنید که اگه رفتی جای دیگه قدرتون رو میدونن. نه، کسی اینجا نیست قدر شما رو بدونه. من این چیزی که واقعا من تجربه کردم همینی که هست، هر چقدر شما کار بکنید، هر چقدر کارتون خوب باشه، در نهایت اون بیزنس باید پول در بیاره، اون شخص بیزنس خودش رو داره و به شما به عنوان کارمند نگاه میکنه، به عنوان کارمند یا هر چیزی نگاه میکنه که قراره برای اون پول در بیارید. کارتون رو خوب انجام بدید، پولتون رو دارید میگیرید. خوب انجام ندید، میندازتتون بیرون. آخر قدردانیشون واقعا من جایی بوده که خیلی هر جایی رفتم، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که بوده مایه گذاشتم برای کار. ولی طرف وقتی موقعی مثلا فرض کن صحبت میشه و اینا، میگم مثلا من میخوام برم به این دلیل، میخوای بری برو، به همین راحتی. نکته چهارمی که میخوام بگم شبیه نکته قبلی ولی یه جور دیگه، به اندازه مسئولیتتون کار کنید. خودتون برای کارتون نکشید. ببین اینو اشتباه نگیرید. زمانی که شما وارد یه محیط جدید میشید، کار جدید میخواد بگیرید، به عنوان یک تازه وارد خب باید خودتون رو نشون بدید. پس بنابراین نیاز دارید که بیشتر از بقیه کار بکنید، احتمالاً یکم مسئولیت‌های بیشتری رو قبول بکنید و یه جوری جای پای خودتون رو توی شرکت محکم کنید که روی شما حساب باز بکنن. اینو من منکرش نیستم، من خودم همیشه این کار انجام میدم و واقعا هم جواب میده. ولی بعد از یه مدتی گذشت اگه احساس کردید که یا دارن بهتون وظایف و مسئولیت‌های خیلی بیشتری میدن و یا چیزهایی رو دارن میدن به شما که وظیفه شما واقعا نبوده، از اولم نه توی آگهی بوده نه توی مصاحبه در موردش صحبت شده، اگر اینجوری بود باید جلوش وایسید و از اون ورم خودتونم دیگه بیشتر از اون خودتون رو به آب و آتیش نزنید. بچه‌ها به اندازه پولی که دارن بهتون میدن کار کنید، چون این چیزی که دارم میگم من خودم بارها تجربه کردم. من خودم شخصا اینجوریم واقعا. وقتی کار میکنم چه برای خودم چه برای دیگران فرقی برام نمیکنه، باید کارمو خوب انجام بدم.
بعد وقتی خب برای دیگران کار میکنی، کارت هم خیلی خوب انجام میدی، مسئولیت پذیر هستی و مسئولیت پذیر هستی و واقعا داری برای کار مایه میذاری، از اون برای یه انتظاری به وجود میاد که میگه خب من دارم اینها واقعا تلاش میکنم، خب انتظار دارم مثلا حالا همون بحث تقدیر ازم بکنن، حالا یه جورایی قدرتون رو بدونن، حقوقتون رو بیشتر اضافه بکنن، یا چیزای دیگه اینجوری، یا اگه پوزیشنی مثلا باز شد رو شما حساب باز بکنن. ولی وقتی میبینی این اتفاقات نمیفته سرخورده میشی. اینایی که دارم میگم چون واقعا برای خودم پیش اومده و دارم سعی میکنم به شماها بگم که شما این اتفاق براتون نیفته. خودم هنوز با این قضیه مشکل دارم چون چیزی که هست دیگه، ولی من دارم تلاشمو میکنم منم به این سمت برم. پس بنابراین به اندازه‌ای که بهتون پول میدن برای کار مایه بذارید، کارتون رو خوب انجام بدید. اگر خواستید بیشتر از اون کار بکنید، این نکته مهمیه، فقط و فقط برای دل خودتون باشه. انتظاری بیشتر از این نداشته باشید که بگید آقا من دارم خودمو میکشم، اونا به من اصلا محل نمیدن یا مثلا پوزیشن به من نمیدن، همینی که هست. اینم بگم اگر واقعا دیدید جایی دارن بهتون فشار زیادی میارن، مسئولیت زیادی دارن بهتون میدن که نباید بدن، اول از همه کاری که میکنید برید مذاکره کنید با مدیرتون، با منیجرتون، رئیستون صحبت کنید، بگید آقا قضیه به این صورته، آقا خانم قضیه به این صورته و من احساس میکنم فشارم زیاده و فکر میکنم که مثلا باید یه کاری انجام بدید یا یه نفر نیروی جدید بگیرید یا مثلا یه بخشی از کار منو بدید به فلانی انجام بدید یا فلانی داره بخشی از کاراشو میده به من، این مثلا درست نیست و اینا. اگر قضیه با مشکل با صحبت حل شد که عالیه، چون بعضی وقتی حرف نمیزنید همینجوری رو فشار کار بیشتر میشه، ولی وقتی وای میسید جلوشون یهو اونا میفهمن که پس اینم مثلا به قول خودمون زبون داره، پس میفهمه، پس باید یه خود اون موقع ریلکس میشن. اینه که اول با نگوشیشن قضیه رو حل کنید. اگر واقعا دیدی راه نمیده، پس یعنی اینکه اون محیط واقعا محیط کار جالبی برای کار کردن نیست، برید سریع اپلای کنید برید جای دیگه. یه چیز خیلی خیلی مهم، نکته بعدی که من از خیلی از بچه‌ها شنیدم، خودم واقعا این حسو داشتم، به خصوص تو کار اولم. معمولا بچه‌ها وقتی کار اولشون رو میگیرن این حسو دارن، میگن که خب طرف ما خیلی خوب بود، مثلا یا خیلی خوبه، آدم خوبیه، من دلم نمیاد مثلا این کارو ول کنم، بعد مثلا یه جایی یه طرف یه موقعیت بهتری پیدا میکنه بعدش، بعد میگه به خاطر اینکه اون آدمی که الان اینو استخدام کرده آدم خوبیه، من دوست ندارم مثلا یه جورایی حالا چه میدونم از پشت بهشون خنجر بزنم و اینجا رو ترک بکنم و اینا، چون اونا من مثلا مهربونی کردن. اینو بهتون بگم هیچ کس اینجا دلش برای شما نمیسوزه الا خودتون. زمانی که شرایط اقتصادی نامناسب باشه یا اون شرکت به مشکل بخوره، میدونی چیکار میکنه؟ نمیاد بگی که مثلا شما کارگرای مثلا کارمندای خیلی خوبی هستید، دستتون درد نکنه، برید خونه فعلا، ما کار نداریم ولی من بهتون حقوقتون رو میدم. نه، شرکت میگه آقا من نمیتونم پول در بیارم، مجبورم چند نفر اخراج کنم، شما خداحافظ شما، تموم شد. یعنی کسی واقعا به فکر شما نیست. اینه که شما اول و آخر باید به فکر خودتون باشید و به هیچ عنوان به این فکر نکنید که حالا این آدم خوبیه، خب قبول، آدم خوبیه، ولی شما میخواید چیکار کنید؟ تو شرایط بعد اقتصادی اون آدم خوب شمای خوب رو به راحتی میذاری کنار. پس اول به فکر خودتون باشید. منظورم اینه که احساس مدیون بودن به کسی نداشته باشید. اون طرف داره به شما یه پولی میده، شما دارید در ازاش براش کاری انجام میدید. کسی به کسی مدیون نیست. چرا؟ اگه مثلا شما در ازای اون کاری که انجام دادید اون طرف 2 برابر بهتون حقوق داد، اون موقع حق داره یه کمی شما مثلا حس خوبی نداشته باشه. ولی وقتی در ازای کاری که دارید میکنید حقوق دارید میگیرید، پس کسی به کسی مدیون نیست. بعد اینو بهتون بگم، این قضیه توی استرالیا خیلی جا افتاده است و خیلی‌ها اینو قشنگ درک میکنن. به خصوص کسایی که بیزنس های برای طولانی مدت دارن، طرف میدونه که آدما توی بیزنس ها میان و میرن و قرار نیست کسی اومد دیگه تا آخر عمرش توی بیزنسی بمونه. نه، شما اگه رفتی 1 سال اینجا کار کردی، میتونی سال بعد بگی آقا من رفتم خداحافظ شما. اصلا حس بدی بهشون دست نمیده، اتفاقا خیلی هم خوب برخورد میکنن خیلی‌هاشون و خیلی هم خوشحال میشن از اینکه شما بتونی مثلا تو مراحل رشد تو برای کارت جلوتر بری و ساپورتت هم میکنن. اگه واقعا اگه کارمند خوبی باشی توی محل کارت، زمانی که میخوای بری دنبال کار جدید بگردی و رفرنس نیاز داشته باشی، واقعا کمکت میکنن. نکته بعدی بحث افزایش حقوقه. اگر میخواید واقعا حقوقتون افزایش پیدا بکنه، بهترین راهکار اینه که کارتون رو عوض کنید. حالا قبلش اینو بگم، یه وقتی از شما دارید توی کاری وارد شدید، لول کار حالا پایین یا متوسطه، اون شرکت هم شرکت بزرگیه و شما میدونی که جای رشد برای رفتن به لول های بالاتر توی همون شرکت وجود داره. اینجا اولین گزینه شما باید این باشه که اگر پوزیشنی توی اون شرکت خالی شد، شما بتونید از طریق حالا تجربه‌ای که به دست آوردید بتونید پوزیشن بالاتری رو به دست بیارید و حقوقتون اینجوری افزایش پیدا میکنه.
ولی همیشه این موقعیت وجود نداره. شما ممکنه توی شرکت کوچیکی باشید یا ممکنه اصلا پوزیشن‌های بالاتر رو به هر دلیلی نخوام به شما بدن تو اون شرکت‌های بزرگ. تا زمانی که توی اون شرکت دارید کار میکنید حقوقتون همینی که هست. حالا هر سال اگه یه خیلی مرام بذارن بین 2 تا 4% با توجه به نرخ بهره بیان حقوقتون افزایش بدن، بعضی وقتا که اصلا افزایش نمیدن. بنابراین شما باید روی همین حساب بکنید. ولی زمانی کارتون رو عوض کردید اون موقع حداقل 10-15 هزار دلار حقوقتون افزایش پیدا میکنه با توجه به اینکه خب تجربه کار پیدا کردید، سابقه لوکال دارید و احتمالاً مهارت‌های بیشتری رو یاد گرفتید که میتونه باعث گرفتن کار بهتر یا حتی تا همون لول هم باشه احتمال گرفتن حقوق بیشتر توش وجود داره. ولی یه چیزی بهتون میگم، فقط و فقط به خاطر پول کار رو عوض نکنید. فاکتورهای دیگر در نظر بگیرید، پول رو هم یه بخشی از اون برای تعویض کارتون قرار بدید. یه نکته خیلی مهم، خیلی دیدم اینو، در مقابل زورگویی و بولی تو محل کارتون بایستید. من اینو حتی توی از یک خانم استرالیایی حدود 55 ساله که وکیلم هست، خودش لویره، خودش اینو به من گفت اصلا محیط کارم خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت یه رئیسی دارم از من جوانتر الان بماند، اصطلاحی که به کار برد گفت she's a cow، یعنی قشنگ گفت این گاو میمونه دیگه، زبان خودمونی. گفتم چرا؟ گفت کاراشو که میکنه میندازه گردن، اول کارا رو میندازه گردن من، بعد وقتی من انجام میدم یعنی تمام مسئولیت‌های اونو من دارم انجام میدم، بعد وقتی انجامشون میدم هر جایی مشکل داشته باشه گردن من میندازه، هر جایی که کار خوب باشه گردن یعنی خودش میگیره که کردیت خودش بگیره. خیلی رو آدم فشار میاد. این خودش یه نوع بولیه. حالا این یه حالتشه. یه حالت دیگه‌ش اینه که واقعا بهتون زور میگن، به خصوص جاهایی که شما تو لول‌های کاری پایین‌تر هست. در مورد کارهای کژوال من در مورد صحبت اگه وارد کارهای کژوال بشید به خصوص اونجا احتمال بولی شدن زورگویی توش زیاده هست. من دیدم که مثلا طرف میاد میگه که این کارو بکن اون کارو بکن، مثلا کارایی رو بهت میده که حالا یه وظیفه خودشه، یا به حالتی میگه که مثلا شما متوجه میشید که چرا بقیه نمیکنن من باید انجام بدم. میدونی یعنی اگر یه همچین اتفاقی افتاد تو محل کار به هر دلیلی احساس کردی که دارن سرتون داد میزنن، خدا شاهده یکی از بچهای گروه رزومه پکیج رزومه، اینم بگم من پکیج رزومه نویسی و مصاحبه و کاریابی هم دارم، اگر دوست داشتید برید توی وبسایتی که لینکشو میذارم براتون نگاه کنید، اطلاعاتش رو توی گروه تلگرام هم اونجا اطلاعاتش هست. اگر دوست داشتید تو بحث کاریابی نیاز به کمک داشتید حتما اون پکیجا رو تهیه بکنید، هزینه‌اش زیاد نیست، حالا تو اطلاعاتش توی اون وبسایت هست. یکی از بچهای گروه پکیج اومد به من گفتش که بعد از این کارشو گرفته بود، گفت من تو محیط کارم طرف سرم داد میزنه، هر اتفاقی میفته کارم خوب داره انجام میدم، واقعا یا سرم داد میزنه چرا اینجوری کرد چرا اونجوری کرد. گفتش باید چیکار کنم واقعا؟ گفتم این راهکار اینه که شما اول با خودش صحبت بکنید، خیلی منطقی بگید که کاری که داره شما انجام میدید درست نیست و من نمیتونم اینجوری با شما کار کنم. اگر دیدید جواب نمیده برید با رئیسش صحبت بکنید. اگر دیدید با صحبت جواب نمیده به دنبال کار جدید بشید، محیط کارتون رو عوض کنید. چون ببین یه همچین جایی من بهش میگم محیط کار سمی، واقعا سمه. یعنی نمیتونید شما برای طولانی مدت حتی برای چند ماه هم توی یه همچین محیطی کار بکنید، واقعا میگم. یا خودتون میرید یا میندازنتون بیرون. پس بنابراین خودتون زودتر دست به کار بشید و از اون محیط کنار برید. محیط کار خوب پیدا میشه، منتها یه خود زمان شاید ببره. شاید شانستون باشه همون اول پیدا بشه، شاید هم یه مدتی بعد بگردید جاهای مختلف تست بکنید تا محیط کار خوب پیدا بکنید. پس بنابراین زیر بار بولی و زورگویی نرید. نکته بعدی، نکته هشتم فکر کنم، سعی کنید وقتی وارد محیط کار جدیدی میشید اول از همه قبل از اینکه بخواید هر کاری بکنید ناظر باشید، ببینید شرایط اون محیط کار چجوریه، آدما چیکار میکنن. من خودم وقتی مثلا به عنوان این چیزی که میخوام بگم توی زندگی واقعا به کار برم، مثلا وقتی خواستم شنا یاد بگیرم، اولین کاری که کردم نرفتم سر مثلا کلاس شنا همون اول شروع کنم از مربی کمک بگیرم، از ناظر بودن استفاده کردم. میرفتم توی استخر و وقتی که بقیه داشتن شنا میکردن میرفتم زیر آب و نگاه میکردم ببینم که مثلا دستشون چجوری حرکت میده، پاشو چجوری طرف حرکت میده. ویدیوهای یوتیوب رو نگاه میکردم. باورتون نمیشه، شاید بگم 40-50% از
کار رو من اینجوری بردم جلو و یاد گرفتم و بعد وقتی رفتم کلاسشون و مثلا حالا با مربی اینا، اون خیلی کمکم کرد که بتونم سریعتر مسیر رو برم جلو. بنابراین ناظر بودن اولین چیزه. ایده های خودتون رو سعی نکنید همون اول بخواید توی محیط کار به قول معروف به بقیه بگید. کسی از شما ایده ای نمیخواد، اون به خصوص روزهای اول. به عنوان نکته مهم بگم، هم توی زندگیتون به کار برید، هم توی محیط کارتون. به هیچ عنوان تا زمانی که از شما نظر و ایده ای نخواستن نظرتون رو نگید. حتی اگر کسی گفت که مثلا نظرتون رو من بگید، چه در مورد زندگی شخصی، چه در مورد محیط کار یا هر جایی، رئیستون ازتون سوال کنه، مطمئن بشید اول که واقعا میخواد نظرتون رو بشنوه. اگر دیدید واقعا میخواد نظرتون رو بشنوه، اون موقع نظرات خوبتون رو اعمال کنید، وگرنه اصلا نیازی نیست در موردش صحبت بکنید. اینم میگم نظر شما برای هیچ کسی مهم نیست تا زمانی که واقعا خودشون ازتون واقعا بخوان. نکته بعدی، معمولا در اکثر مواقع شما وقتی وارد محیط کار جدید میشید، افرادی هستن که با شما برخوردشون خوب نیست. این افراد یا افرادی هستن که یه لول از شما بالاترن، یا کسایی هستن که هم لول شما یا یه لول از شما پایین‌ترن. یعنی تقریبا تمام اون افراد رو میشه شامل شد. چرا اتفاق میفته؟ ببین، یه موقعی هستش که افرادی هستن توی شرکتی برای مدت طولانی کار کردن و وقتی پوزیشنی خالی میشه، اون افراد انتظار دارن که اون پوزیشن ها به اونها برسه، چون فکر میکنن لیاقتشو دارن. ولی به هر دلیلی اون پوزیشن به اونها داده نمیشه و یه فرد خارجی، یعنی خارجی از خارج از شرکت، وارد اونجا میشه برای گرفتن اون پوزیشن. اینجاست که اون افراد رابطه خوبی با شما نخواهند داشت، چون خودشون رو لایق اونجا میدونن و احساس میکنن که شما جای اونا رو گرفتید. حس بدیه دیگه، در حالی که مشکل شما نیست، مشکل اوناست و رئیس شرکت، ولی به هر حال شما این وسط وارد شدید و اینجا دیگه میشه مشکل شما. اینه که این اتفاق قطعا میفته تو خیلی از جاها. یا یه حالت دیگه، طرف مثلا هم لول شماست، دوست خودش رو معرفی کرده، به هر دلیلی اونا دوست اونو نگرفتن. یا طرف بالاسری شماست، رئیس شماست، مدیرتونه، میخواد همکار خودش رو بیاره از جایی دیگه، ولی به هر دلیلی شرکت قبول نکرده و شما آمدید. یا مثلا شما اومدید، طرف حالا رفیقش میخواد بیاد اینجاست یه کاری میکنه که شما حتما از اونجا فرار کنید و اون موقع دوست خودش رو بیاره. اونجاست که برمیگردم بهتون گفتم اولش که اول ویدیو، اعتماد به نفستون رو پایین نیارید، چون بعضی وقتا واقعا از عمد این کار رو انجام میدن. پیش میاد، نه اینکه بگی همیشه اینجوریه، نه، ولی اگر اتفاق افتاد بدونید داره از کجا میاد. از عمد طرف کارایی میکنه که شما اعصابتون خورد بشه و فکر کنید کارو بلد نیستید یا نتونید کارو انجام بدید، خودتون ول کنید برید. این کارا رو خیلی راحت میشه اینجا انجام داد. اینه که اگر با این موارد مواجه شدید، بدونید که عکس العملتون باید چی باشه. پس بنابراین اگر جایی رفتید که دیدید باهاتون رفتار خوبی ندارن، بدونید که عادیه. یه نکته دوم، شما سعی کنید اول صبور باشید، دوم با افراد رابطه خوبی داشته باشید. شما سعی نکنید که ریاکشن انجام بدید. شما باید اون چیزی که خودتون هستید رو نشون بدید. اگر مشکل اون چیزی باشه که من گفتم، یعنی طرف احساس میکرده که باید جای شما باشه یا هر چیز دیگه ای، اگه آدم منطقی باشه اون کسی که داره این کار انجام میده، اون موقع باهاتون رفتارش یواش یواش بعد از چند هفته یا چند ماه خوب میشه. ولی اگر نه، دیدید که واقعا راه نداره، دارید اذیت میشید، دوباره بحث همون نگوشیشن با خود اون طرف، با رئیستون، در نهایتا اگر دیگه جواب نمیده از اونجا رفتن هستش. ولی انتظار نداشته باشید از روز اول همه باهاتون خوش و خوب و مهربون باشن. اگر بودن که عالیه، جای خوبی رفتید، ولی دارم میگم این حرفایی هم برای حالتی هستش که اون اتفاق نیفته و احساس کنید که محیط جالبی نیست و بدونید که چجوری هندلش کنید. نکته دیگه، هر وقتم هر جایی رفتید، اگر واقعا از محیط کار خوشتون نیومد، نترسید، ول کنید برید. یعنی اول شرایط مالیتون در نظر بگیرید، شرایط کاریتون در نظر بگیرید. اگر احساس میکنید باید باشید، تجربه کسب بکنید، اون کار انجام بدید، تحمل بکنید، ولی به سرعت جاتون عوض کنید. بچه‌ها اینو واقعا دارم میگم، توی یک محیط سمی به هیچ عنوان نمیتونید طاقت بیارید برای طولانی مدت. نترسید، برای کار دوم خیلی راحت‌تر به شما کار میاد، چون سابقه کار لوکال دارید. سعی کنید همونجا هم با چند تا از همکاراتون رابطه خوبی داشته باشید که اگر خواستی کارتون رو عوض کنید و رفرنس ازتون خواستن، حداقل همکاراتون به عنوان رفرنس رو معرفی کنید. یعنی با تمام افراد بد نشید. اینم بهتون میگم، هر وقت خواستید از جایی برید، هر چقدر از اون آدم‌ها اگه حالا بدتون میومد و اینا، سعی کنید با یه حالت خوبی از اونجا بیرون بیاد، چون ممکنه به عنوان رفرنس قطعا نیازتون بشه و یا در آینده بخواد دوباره برگردید به اون شرکت اگر حالا جای خیلی بدی نبوده باشه،
به هر دلیلی سعی کنید همیشه خوب برید بیرون با مصالحه، با دعوا نرید بیرون چون جالب نیست. یه نکته دیگه، امکان رشد توی کار توی استرالیا واقعا فراهمه. یعنی شما توی هر کاری که باشید امکان رشد براش هست. یکی از درسایی که من خودم یاد گرفتم، اگه واقعا تو هر زمینه که کار میکنید سعی کنید که چیزهای مرتبط با اون رشته رو بیشتر و بهتر یاد بگیرید، قطعا وقتی که یه مدتی گذشت راههایی به سوی شما باز میشه که اصلا باورتون هم نمیشه اصلا میتونستی وارد این گزینه‌ها بشی، اصلا چیزای جدیدی باز میشه که واقعا تصورش هم نمی‌کردید. نمونه من خیلی زیاد تو این سالها دیدم. همین اخیراً یکی از خانم‌های گروه پکیج رزومه اومد بهم پیام داد، گفتش که من رفتم اینجا به عنوان کار کژوال، به عنوان فقط یه ریتیل اسیستنت، کسی که مثلا توی مغازه‌ای داره فروشگاهی دارن لباس می‌فروشن، کفش می‌فروشن، کفش فروشی بود. گفت من اونجا قبول کردم فقط برم اونجا کفش بفروشم، مثلا کمکشون بکنم و اینا. ساعتی $20 حدوداً. بعد از یه مدت میگفت رئیس از من خوشش اومد، گفتش که من میخوام تو رو بکنم منیجر یکی از شعبه هامون توی فلان جا. ببینید اصلا یه همچین چیزی تو ذهن طرف به وجود نمیومد که مثلا من بخوام، اصلا کارش هم ریتیل نبود، کارش هم فروش هم نبود، تخصصش اصلا چیز دیگه ای بود، ولی از اونجا رسید به اینجا و رفت شد منیجر یه بخش یه فروشگاه. یا مثلا بچه‌ها که کار نمونهش چیزی که کار CNC میکنه، حالا شبیه کار من، یا کارهای متال ماشینیست و اینجور چیزا. شما وقتی وارد این قضیه میشید تجربه این کار رو خوب شروع می‌کنید اینجا به دست بیارید. بعد اگه برید کنارش نرم افزارهایی که برای این کارا وجود داره، نرم افزارهای طراحی مثلا اتوکد، سالید ورکس، اینونتور، چیزایی که اینجوری اینا رو یاد بگیرید در کنار اون موقع همین باعث میشه که بتونید بعد از چند سال برای کارهای دیزاینینگ اپلای بکنید. چون واقعا من دیدم آگهیایی دیدم که مثلا طرف دیزاینر میخواد ولی کسی رو میخواد که توی قبلش مثلا با دستگاه کار کرده باشه، دستگاه رو بلد باشه، حالا بیاد مثلا مهارت‌های اون عملیش رو توی قالب نرم افزار و بحث‌های دیزاین پیاده بکنه. یعنی میخوام بگم اینجوری واقعا جای رشد همیشه توی هر لولی وجود داره. پس ناامید نباشید از اینکه مثلا اگر یه کار پایینی توی اول کار به دست آوردید و دیگه فکر کنید تا آخر عمر قراره این کار انجام بدید، نه اصلا به این صورت نیست. در کل میخوام بهتون بگم محیط کار استرالیا اصلا بهش نیست، خود استرالیا هم بهش نیست چه برسه محیط کارش. مشکلات توش زیاده. هدف من این بود که این چیزها رو تا جایی که میتونم، چیزایی که یاد گرفتم رو بهتون منتقل بکنم. میخوام اینا رو بهتون بگم تا وقتی اومدید شوکه نشید. داستان زیاد شنیدم، سر خودم اومده، سر بقیه اومده، دیدم. اینا رو دارم میگم تا شما هم بدونید. در کل محیط خوبیه. این مشکلات رو داره و امیدوارم براش آماده، فقط یعنی هدف من اینه که شماها براش آمادگی رو داشته باشید که اگر این اتفاق افتاد چجوری بتونید باهاش کنار بیاید و سرخورده واقعا نشید. نظرتون توی کامنت ها بهم بگید، نظرتون چیه، مقایسهش بکنید با محیط کار ایران. بهم بگید اینایی که گفتم تو اون جایی که شما دارید کار میکنید، چه ایران چه هر کشور دیگه ای، شرایط به چه صورتیه، کدومش رو شما دارید کدومش رو ندارید. یا اصلا بگید از محیط کار ایران چیشو دوست دارید. اینا خودم دوست دارم واقعا، چون من واقعا تو محیط ایران کار نکردم به اون صورت. خیلی زود ما اومدیم اینجا بعد از درسمون اینا. خلاصه بهم بگید نظرتون چیه. ویدیو رو هم لایک بکنید. لایک کردنتون باعث میشه که هم من انرژی بگیرم، هم ویدیو رو افراد بیشتری مثل شما که بهش نیاز دارن ببینید. با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. کانال و گروه تلگرام منو از دست ندید، لینکش توی پایین تمام ویدیوها میذارم. 2 تا ویدیو هم اینجا میذارم، اونا رو هم برید حتما ببینید. پکیج رزومه رو اگه دوست داشتید بهم پیام بدید. وبسایتش هم توی پایین همین ویدیو قرار میدم. شاد و موفق باشید. به زودی میبینمتون. خدا نگهدار.